کتاب آشغالدونی نوشته غلام حسین ساعدی. به کوچه بعدی که پیچیدیم من حسابی دمق و پکر بودم و کفرم از دست بابام در اومده بود و ویرم گرفته بود که سر به سرش بذارم و حرصشو در بیارم و تن و بدنشو بلرزونم. بابام آدم کله شقی بود. انصاف نداشت. حساب هیچی رو نمی کرد. همیشه به فکر خودش بود. تا میتونست راه میرفت. کوچه پس کوچه های خلوت‌تر رو دوست داشت. در خانه های خیالی رو میزد. از خیابان های شلوغ میترسید. از جاهای دیدنی فراری بود. خیال میکرد رحم و مروت تنها در خرابه ها پیدا میشه. خسته که میشد مینشست و وقتی مینشست بدترین جاها مینشست. زیر آفتاب، وسط کوچه، پای تیر چراغ، کنار تل زباله ها، جایی که تنابنده ای نبود. جنبنده ای رد نمیشد و بوی گند آدمو خفه میکرد. دیگه حاضر نبود جنب بخوره. ساعتها تو خودش کنج و له میشد و حرکت نمیکرد. پشت سر هم ناله میکرد که چرا هیچکی از اونجا رد نمیشه؟ چرا کسی به داد ما نمیرسه؟ بعدش خواب میرفت. خواب که میرفت صداهای عجیب غریب در می آورد. به خودش میپیچید. بیدار که میشد منو به باد فحش میگرفت که چرا بیدارش کردم. چرا دوباره دردش گرفته؟ چرا سردش شده؟ گرمش شده؟ دلش مالش میره؟ و من هیچ وقت هیچی نمیگفتم. نمیگفتم که من کاری نکردم. گناهی ندارم. یه هفته تمام همه جا رو گشته بودیم. هیچ جا آروم و قرار نداشتیم. اگه تهموندی غذایی به دستمون رسیده بود بیشترشو بابام بلعیده بود و بعدش بالا آورده بود و هی به من و دنیا فحش داده بود که چرا بالا میاره. چرا هیچی تو دلش بند نمیشه؟ انگار که همش تقصیر من یا تقصیر دنیا بوده. اگه رهگذری، پیرزنی یا حتی بچه‌ای چند سکه‌ای به من یا به ما داده بود، همه رو از چنگم در آورده بود و برای خودش سیگار و قرص نعنا یا نبات خریده بود. همه رو خودش بلعیده بود و هیچ وقت به هم نداده بود. شبها مجبورم میکرد بالا سرش بشینم تا خواب بره و صبحها با لگد بیدارم میکرد. این بود که دیگه کفری شده بودم. جانم به لب رسیده بود و ویرم گرفته بود که تلافی کنم. بلایی سرش بیارم، لجشو در بیارم و تن و بدنشو بلرزونم. اما من که نمیتونستم بابامو بزنم یا فحشش بدم. بلدم نبودم که ناله کنم، خورناسه بکشم، تو خواب حرف بزنم، وسط کوچه چارزانو بشینم، بالا بیارم. پولم نداشتم که آب نبات و قرص نعنا بخرم و بخورم و به اون ندم. من نمیدونستم که چجوری کفریش بکنم. بلندتر فوت کردم. بازم چیزی نگفت. جلوتر زدم و تندتر کردم. خبری نشد. اون وقت شروع کردم به خوندن. آواز خوندن. آواز که نه. همین جوری قدم همو میشه مردم و راه رفتنمو میشه مردم. 18 19 20 ای خدا زهرا یار ما نیست. 18 19 20 ای خدا زهرا یار ما نیست. که قرولند پدرم در اومد و داد زد چه مرگت تخم سگ؟ و بلندتر داد زدم ای خدا زهرا یار ما نیست. ای خدا زهرا یار ما نیست. بابام با گرمه‌های تو هم تندتر کرد که خودشو به من برسونه. اما بابام کمی میلنگید و شانه راستش تاب میخورد. من که نمیلنگیدم و شانه‌ام تاب نمیخورد. با قدم‌های بلند طوری میرفتم که میدونستم بابام نمیتونه منو بگیره و با بدجنسی میخوندم 16 15 20 ای بابا زهرا یار ما نیست. بابام داد زد واسه چی دم گرفتی و خوشحالی میکنی کار خر؟ جواب دادم همین جوری ای ننه زهرا یار ما نیست. بابام تشر زد خفه خون بگیر. عین انتر ورج و ورجه میکنی که چطور بشه؟ گفتم خفه خون بگیرم که چطور بشه؟ چیزی که گیرمون نیومده بخوریم. جایی هم نداریم که شب به تمرگیم. آواز نخونم که چطور بشه؟ بابام گفت اگه آواز شکم رو سیر میکنه بگو منم. یه مرتبه حرفش رو برید و برگشت طرف دو زن چادری که از کنار ما رد میشدند و با صدای ضعیفی نالید به حق حسین شهید به من مریض رحم کنید. به این جوان نگاه کنید. رحم کنید. زنها نگاه کردند و رد شدند و بابام آه بلندی کشید و گفت ای ارحم الراحمین.
منم آه کشیدم و گفتم زهرا یار ما نیست. بابام که دیوونه شده بود داد زد پدر سوختی سگ مصب. کوچه تمام شده بود و ما رسیده بودیم به خیابانی که تاریکی دمدمه های غروب، درختها و گوش و کنارهای خالی را پر می کرد. رفت و آمد مردم و ماشین ها شلوغی زیادی راه انداخته بود. بابام خودشو به من رسوند و بازومو گرفت و گفت برگرد بریم. و من گفتم من که دیگه بر نمیگردم. بابام با التماس گفت تو چت شده؟ چرا حرف منو گوش نمی کنی؟ و من چشمم افتاد به مرد قد بلندی که پشت به ما کنار جدول خیابون تکیه داده بود به یه درخت و پاهاشو از هم جدا گذاشته بود و دستهایش را به پشت زده بود و تسمه‌ای را به جای تسبیح لای انگشتاش میچرخاند. به بابام گفتم اونهاش. بابام پرسید کیه؟ گفتم برو بهش بگو شاید یه چیزی بهت بده. بابام اول مرد قد بلند و بعد منو ورانداز کرد. نمیدونست بره یا نره که من دوباره زدم رو بازوشو گفتم برو جلو. بابام رفت جلو و منم پشت سرش. بابام دستشو دراز کرد و پنجه بزرگشو گشود و نالید ای آقا من ذلیلم، پیرمردم، مریضم، تو ولایت غربت گیر کردم. اگه میتونی وسعت میرسه کمکی به هم بکن که ابوالفضل عباس در اون دنیا عوض میده. مرد تا سرشو برگردون طرف ما من یهو خشکم زد. یارو صورت دراز و چانه نوک‌تیزی داشت و دو چشم از حدقه در اومده و دو ردیف دندان درشت و لخت که همه بیرون بود و چوب سیگار بلندی که سیگار نداشت گرفته بود لای دندونها. نگاهی به بابام کرد و بعد زل زد به من که عقب‌تر ایستاده بودم. بابام دستشو عقب کشید و منتظر شد و یارو هم چنان زل زده بود به من که بابام برگشت و منو نگاه کرد. اون وقت با صدای نازکی که انگار مال خودش نبود گفت خجالت نمیکشین که گدایی میکنین؟ بابام نالید چه کار کنیم آقا؟ اگه داشتیم که دست پیش کسی دراز نمیکردیم. یارو چوب سیگارشو لای دندوناش چرخوند و دوباره زل زد به من و گفت این پسر کیه؟ بابام گفت نوکر شماست. و مرد گفت چرا نمیفرستینش دنبال کار؟ میخوای با نون گدایی گردنشو کلفت کنه؟ بابام گفت ای آقا جان کار کجا بود؟ اگه قبول میکنین بیاد دولت منزل شما و غلامی بچه هاتونو بکنه. من عقب رفتم. از نگاه یارو معلوم نبود که چه خیالاتی پخته. اگه یک مرتبه دستشو دراز میکرد و مچ منو میچسبید و میگفت خیلی خوب باشه و کشان منو میبرد دولت منزل خودش، چی کار میتونستم بکنم؟ دولت منزلمون چه جور جایی بود؟ یک خونه درنده‌اش با هشتی‌های متعدد و زیرزمین‌های تاریک، بچه‌های قد و نیم قد، همه دراز و لاغر، همه شبیه خود او با چشم‌های برآمده، چوب سیگاری لای دندان‌ها و همه با صدای زنانه از توی دخمه‌ها و اتاق‌های خلوت منو صدا بزنن و من باید غلامی همشونو بکنم. اما یارو همچی خیالی نداشت. انگار که فکرش جای دیگه بود. برگشت و به پیاده روبرو خیره شد و من دست دراز کردم و زدم رو بازوی بابام که بریم. و بابام سری تکان داد و چشمکی زد که مثلا صبر کن ببینم چطور میشه. مرد قد بلند یک مرتبه داد زد عباس. از پیاده رو آن طرف مرد خپله‌ای پرید وسط خیابون و داد زد قربون آقا گیلانی. در حالی که مواظب راست و چپش بود از لای ماشین ها رد شد و آمد طرف ما. صورت گرد و سیبیل پرپشتی داشت و یک قسمت پیشانیش سوخته بود و سوختگی نصف ابرویش را خورده و از بین برده بود. تا جلو یارو رسید خودشو لوس کرد و دنداناشو نشون داد و یارو دماغ برگشته او را وسط دو انگشت گرفت و گفت کجای سیبیل؟ عباس گفت شما تشریفتون کجاست؟ آقا گیلانی گفت من نیم ساعت بیشتره که اینجا منتظر توی مادر مرده هستم. عباس گفت منم همش دنبال شما میگشتم. من بازوی بابامو چسبیدم. تا خواستیم راه بیفتیم که آقای گیلانی بیون که به طرف ما برگرده گفت
یه دقیقه وایستین. بابا میستاد و من دیگه خاطر جمع شدم که یارو خیالاتی برامون پخته.